العلم فی الصغری کالنقش فی الحجری. علم در ایام خردسالی مانند نقش در سنگ است. اگر به سنگ ما نویستجات کنیم، سنگ تراشیده و خیلی سالهای طولانی باقی میماند. و العلم فی الکبری کالنقش فی الماء گفتم. و علم آموختن در ایام پیرانسالی مانند نقشی در آب است. با آب می نویسید از این طرف هموار میشه. ولی با وجود همین در ایام پیرانسالی هم شریعت ترغیب کرده است که علم آموزید. خیلی که امام بخاری سخن حضرت عمر را آوردن، حضرت عمر امیر المؤمنین ها رضی الله عنهم میگفتند که تفقهوا قبل ان تسودوا. علم آموزید پیش از آن که سید شوید، پیش از آن که راهبر شوید، پیش از آن که بزرگسال شوید، در ایام جوانیتون پیش از آن که خانه‌دار شوید علم گیرید. امام بخاری گفتند که و بعد ان تسودوا، و بعد اینکه سید شدید، بعد اینکه به رای رسیدید، بعد اینکه خانه‌دار شدید و صاحب منصب و صاحب وظیفه شدید، بعد اونم علم آموزید. لقد تفقه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم علی کبر سنهم. در حقیقت صحابه های پیامبر صلی الله علیه و سلم در ایام بزرگسالیشان علم آموختند. حضرت حسان ابن ثابت در سن 60 سالگی اسلام قبول کردند. کافر بودند، مشرک بودند. در سن 60 سالگی اسلام قبول کردند. 60 سال دیگه علم آموختند. در سن 120 سالگی از دنیا گذشتند. ببینید 60 سال علم آموختند. بنابراین یعنی که اگرچه پیر هستید، اگرچه جوان هستید، همه وقت شریعت به آموختن علم توصیه می‌دهد.